الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد. در یکی از رسانه را باز کردم و کسی اونجا صحبت می کرد و ارتباطی داشت با این رسانه و گفتن که مهمترین مسئله او مطرح می کرد این است که مسلمانان بررسی کنند، همه ما در رابطه با خدا بررسی کنیم، وجود خدا را ثابت بکنیم. و گفتیم که این خیلی عقب مانده است، این هنوز وجود خدا را میگه بررسی بکنیم. وجود خدا را از چه چیزی میخوای بررسی بکنیم؟ از لحاظ نص وحی قرآن که قرآن همهش صحبت از وجود الله تعالی میکنه، از وحدانیت خدا، از عظمت الهی، از قدرت خدا و آنطور که الله خودش را معرفی کرده است. هیچ بنده نمیتونه خود را الله را معرفی بکنه. حضرت رسول صلی الله علیه وسلم فرمودند اللهم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پروردگارا ما نمیتونیم ثنا بگیم بر شما، تعریف شما را بکنیم، تمجید شما را بکنیم آنطور که تو خود را ثنا گفتی، آنطور که الله خودش را معرفی میکنه و دلائل برای وجود و برای عظمت و بزرگیش می آورد. کسی دیگه نمیتونه این کار بکنه. و خدا عز و جل قادر مطلق هست و عالم الغیب هست و قرآن که تلاوت میکنه تمام دلائل عقلی می آورد برای وجود الله. ای آقا اگر کسی عقل داره و نص قبول نداره، قرآن قبول نداره، با عقلش فکر بکنه که این همه عظمت و این نمایشگاه بزرگی که الله دایر کرده و در این نمایشگاه همه چیز موجوده، زمین موجوده، کوه موجوده، دریا موجودن، معادن موجودن، نفت و گاز موجوده، همه روزی بشر در این زمین الله تعالی می فرماید من گذاشتم.
ماه خورشید ستارگانن کهکشانن، الا ماشاءالله آسمانن زمینن. انسان ها هستند که خود انسان یک آیه بزرگ از دلایل قدرت خدا، وجود خدا، عظمت الهی. ای هم حیوانات، ای هم زنده ها، درختان، گیاهان. و گاهی همین حیوانات تا نگاه میکنه سبحان الله، مثلا همین آهوی چقدر این الله تعالی زیبا آفریده. چشم آهو در زیبایی معروفه. و شما چشم آهو را نگاه کنید، شما رنگهای حیوانات، همین مار که حیوان سمیه، چه رنگ الله تعالی بر سر این گذاشته است. در رنده ها هستند و پرنده ها هستند، چرنده ها هستند. طاووس نگاه کنید چه زیبایی در پریول گذاشته است. این همه رنگ و این همه زیبایی و این همه وجود و این همه حیات و زندگی، چه کسی اینها را گذاشته است؟ فکری بعضی میگن که اینها را در گذشته میگفتن منکرین خدا که اینها را طبیعت به وجود آورده. چه کسی این طبیعت را به وجود آورده است که او طبیعت توانسته اینها را ایجاد کنه؟ بابا اینها همه کار او صنعتگر هستند که حکیم و علیم. این کار خالق توانا که دانشمند مطلق، قادر مطلق و همه ایجادات و همه موجودات و همه خلق به او برمیگردد. الا له الخلق والامر. خلق از آن پروردگار هست، امر از آن الله. هر چه امر بکنه الله امر میکنه. امر خدا نافذه، دستور خدا نافذه. کسی که خلق مالی اوست، امر مالی اوست، فرمان از آن الله تعالی است. و اگر ما این جهان نبینیم به خودمون نگاه کنیم، به چشمتون، به گوشتون، شنوایی، بینایی، دانایی، گویایی و این وجودی که الله تعالی به ما عنایت کرده. انسان الله دفاع آفریده است، سر به بالا انسان قرار داده. حیوانات چارپا آفریده و سر به پایینن. و این قد و قامت و صورت زیبا، این کار اللهی که دوتا دست برابر آفریده، دوتا پا برابر آفریده. اگر 1 سانتی متر کم و بیش بشن راه رفتن مشکل میشه. و این دندان ها را که آفریده برای خوردن، از چه چیزی این دندان خلق کرده اینها را؟ چگونه این دندان بچه که متولد میشه از مادر دندان نداره، بعد وقت دندان میکنه دندان میاد. این دندان ها را یک قسمتش برای جویدن و خوردنه، یک قسمت دیگر برای گرفتنه و برای زیبایی است. چه کسی این دندان های شما را چیده؟ چه کسی این چشم گذاشته و حفاظ چشم در حفاظت گذاشته است؟ بینی را برای بویدن چه کسی آفریده؟ و اینا برای چه میگردن که میگه آقا باید بررسی بشه وجود خدا. بله الله تعالی همه این جهان الله مدیریت میکنه، همه این کائنات، همه این خلق الله روزی میده. و اگر اینها این خلق روزیشون به حکومت ها و گذار بشه و بنا باشه که حکومت ها روزی بدن،
بندگان روزی بدن همه خلق تلف میشه. این پروردگاره که رزاق مطلق روزی میرسانه و روزی میده. خدایی که حفاظت میکنه، برای حفاظت هر انسان از ما الله مامور گذاشته است. راه میریم و مامور با ما همراهن، حفاظت میکنن. اگر حفاظت الله نباشه همین جن و شیاطین همه نابود میکنن خلق. ولی الله حفاظت میکنه، الله روزی میده و همه کار دست پروردگار هست. خدا الله تعالی می فرمایند که لا تتخذوا الهین اثنین، دو تا معبود نگیرید. خدا دو تا نیستن، انما هو اله واحد، الله یکی است. همه مخلوقن، او تنها خالقه، همه محتاجن و او تنها بی نیازه و صمد نام داره. صمد بمعنی بی نیاز. قل هو الله احد الله الصمد. الله واحد و لا شریکه. الله بی نیازه، نه به فرشتگان، نه به جنها، نه به انسانها، به هیچ موجودات نیاز نداره. او خدای بی نیازه و این خدا واحد و لا شریکه. هیچ کسی در دنیا قابل پرستش نیست، لایق بندگی نیست، چون همه مخلوقن، همه محتاجن و خدا بی نیازه. آسمان ها را، زمین و همه موجودات او خلق کرده. هیچ خالقی غیر از خدا نیست. دروغ، بهتان، تهمت اگر کسی این خلق را به کسی دیگه نسبت بده، اگر کسی با خدا شریک بگیره، شرک با الله، شریک گرفتن، بهتان و تهمت و غیر قابل بخششه. الله تعالی نمی بخشن کسی را که با الله شریک بگیره، کسی که الله را انکار کنه، کسی که وجود خدا را قبول نکنه، دیگه هیچ عذری او نداره برای نجاتش. عقل داده الله تعالی، با عقل باید وحدانیت الله تعالی را قبول کرد و توصیه بنده به همه ایرانیان، همه مردم دنیای که خدا را در هیچ شرایط ول نکنید، از خدا در هیچ شرایط ناراض نباشید، نرنجید. کسی گفت که نماز تهجد هم میخوانده و 5 وقت نمازها هم پابند بوده، ولی مصیبت بر سر او آمده است. ناراض شده از خدا که تو چرا مصیبت بر سر من آورده؟ هم نماز تهجد ول کرده و هم نماز 5 وقت. الله تعالی هم منظورش همینه. خدا میخواد آزمایش بکنه که خدا را برای خدا بندگی میکنه و پخته. الله بنده ناپخته را نمیخواد. همیشه میگی آزمایش میاره تا معلوم بکنه که چه کسانه واقعا خدا را پذیرفتن، خدا را برای خدا بندگی میکنن و چه کسی خدا را برای منفعت بندگی میکنن. منفعت باشه خود بنده خدا، نباشه خدا را ویل میکنن. از خدا هیچ وقت نرنجیدی. آزمایشات که میگن مقاومت کنید، وقتی مقاومت میشه رحمت الله سرازیر میشه. بعضی زور ناراض میشن، چرا ضرر مالی آمد، چرا تاوان کردیم، چرا فلان کردیم، چرا فلان شد. نه، این آزمایشات، دنیا محل امتحانه. الله میخواهد بندگانش را معلوم بکنه، آزمایش بکنه، مقاومت بندگان را، صبر بندگان را، اخلاص بندگان را، للهیت بندگان را. و خودش میگه که جنت
مجانی که نیست که هر کسی را الله بفرما به بهشت. نه، حسبتم ان تدخلوا الجنه، الله میگه شما میخوای به بهشت داخل بشید؟ نه بابا، خبری از بهشت نیست، هنوز آزمایش نشدید. الله تعالی میگه هنوز آزمایش نکرده شما، همینطور گفتید لا اله الا الله بفرما بهشت. والا بابا، بهشت قیمت همه جهان در مقابل یک نعمت جزئی بهشت ارزش نداره. کل این جهان چنان نعمت عظیمی را مثل بهشت به همه سادگی عنایت میکنن. نه، بهشت هم آزمایش داره، امتحان داره. بندگی الله کسی بگه اظهار کنه که بنده الله به همین صورت قبول میشه، نه خیر، آزمایش میکنه تا معلوم بشه که دروغ یا راسته. این خدا را به صداقت بندگی کرده یا نه برای منفعت؟ این بنده نفسه، بنده منفعته، بنده منافع. دو تا محور مهمن و دو تا محور بزرگن و اینها نگهداریشان برای همه ما، برای همه حکومت ها، دولت ها و حاکمیت ها اساسی و اساسیان. دو محور اگر نگهداری بشه انسان توی دنیا موفقه. برای یک عالم، برای یک پیش نماز و پیشوا، برای علما، برای رهبران، برای ریش سفیدان، برای همه طبقات دو محوران که اینها اگر دست رفتن ناکامی هست و شکست حتمیه. و این دو محور اگر ما نگاه داشتیم کامیاب و موفقیم. یک الله است. هر کسی خدا را از دست بده و خدا را نافرمانی بکنه و خدا را ناراض بکنه، سرش به زمین میخوره و شکست میخوره. حالا این حکومت باشه، این عالم باشه، این هر کسی از افراد مردم باشه، زن باشه، مرد، پیر یا جوانه، خدا را باید داشته باشه. مهمه عزیزان نگهداری پروردگار. خدا را داشته باشید، هر جا هستید با خدا باشید. خدا با آدم درست، خدا با آدم کلکباز نیست، خدا با آدم درنگ نیست، خدا با آدم دروغگو نیست، خدا با آدم خیانت خائن نیست که نقشه بکشه که چگونه جان مردم را مورد تعرض قرار بده یا مال مردم را مورد تعرض قرار بده. خدا با آدمان حقه‌باز نیست، با ظالم نیست. ظالم شب و روز نماز بخونه ولی بر حقوق مردم تجاوز کنه و ظلم بکنه، خدا با اون نیست. نگهداری خدا محور بزرگ که جهان همه در اختیار اوست و جهاندار هست. پروردگار عظیم، خدای بزرگ. نگهداری خدا عزیزان مهمه. شما وقتی که به این فکر باشید و به این تلاش باشید و این را در نظر داشته باشید که خدا را نگهداری کنید، مطمئن باشید که خدا با شماست. خدا را چگونه نگهداری بکنید؟ فرمان ببریم از الله تعالی و اوامر و دستورات ایشون اجرا کنید و آنچه که الله من کرده و حرام قرار داده از اون پرهیز بکنید.
از حقوق مردم حق مردم را ضایع نکنید. حق والدین، حقوق خویشاوندان، صله رحمی و حقوق ضعفا، یتیم و حقوق همه مردم. دومی محور مردمان. یا الله تعالی فرموده یا ایها النبی و حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. ای رسول صلی الله علیه و سلم تو را الله کافیه و کسانی که تو را تابعداری میکنند از مؤمنین. مؤمنین نگهداری بکن، مردم نگهداری کن، ملت را نگهداری کن. مردم مهمان. اگر علیاذ بالله خدا را کسی از دست بده، ملت و مردم هم از دست بده، هیچ پناهگاهی توی دنیا نداره و او رونده هست. او نمیتونه که حالا یه عالم باشه، امام جمعه باشه، عالم باشه، دولت حاکم و مسئول باشه و هر طیف و طبقه باشه، این دو محور مهمن که نگهداری بشن. مردم نگهداری بشن، رضایت مردم، نگهداری مردم و شنیدن حرف مردم، شنیدن فرمان الله تعالی و نگهداری الله تعالی خیلی مهمه، خیلی بزرگه. اگر ما الله را داشته باشیم و اگر ما مردم را داشته باشیم، میتونیم موفق باشیم، میتونیم فکرمون راحت باشه، قلبمون راحت باشه. و اگر این دوتا را داشته نباشیم، هیچ چیزی نمیتونه ما را نجات بده. و این مهمترین سیاست توی دنیا و بالاترین سیاست هم اینه که انسان دنبال رضایت پروردگار باشه و تمام غم و همش را روی خوشنودی الله و رضایت الله بگذارد و هیچ کاری را که الله را ناراض می کند انجام نده. این محور عظیم، این محور بزرگ و تمام بهترین سیاست و مهمترین سیاست و سیاست مدار کسی است که در جهت مردم حرکت بکنه و برای منفعت مردم، در فکر مردم و رضایت مردم داشته باشه، خوشنودی مردم داشته باشد. این میتونه توی دنیا سربلند باشه، این میتونه توی در آخرت. ولی اگر حرکت در جهت منافع باشه و در جهت خودکامگی باشه، فکر خود باشه، منافع خود باشه، منافع خلق و توده مردم و عموم مردم در نظر نباشه، یا رضایت خدا در نظر نباشه و منفعت های زودرس و شیرینی های زودرس در نظر بگیره، با چالش روبرو میشه و با مشکلات روبرو میشه. بارها بنده از همین تریبون کوچک همین خطاب کردم به مسئولان که هم رضایت مردم حیاتیه و هم رضایت الله تعالی. مردم داشته باشند، در کنار مردم باشند، حرف مردم را بشنوند و حرف مردم را هیچ کسی علیه خود تلقی نکنه، به ضرر خود تلقی نکنه. مردم دشمن ندانیم هیچ یک از ما و
بلکه بگذاریم تا مردم حرف مردم بشنویم و توجه کنیم و خودمون را اصلاح کنیم و در کنار مردم باشیم. متاسفانه امروزه خیلی مشکلات توی کشور ما ایجاد شده است. حالا ما می‌بینیم که کارگران، کارخانه ها اعتصاب کرده در حد وسیع و یک کارگران میگن نمیتونه زندگی کنه و دستمزدی که به اینا میرسه، حقوقی که به کارمندان میرسه، حقوق هیچ کسی او را کفایت نمیکنه. پول به طور کامل از ارزش افتاده است. حالا ما شکایت داریم اینجا از اجاره کنندگان، اجاره نشینان که پول پیش زیاد میگیرن، 100 میلیون، 200 میلیون کرایه بالا رفته و اون طرفا میگن که پول ارزش افتاده. اول 2 میلیون بوده، 1 میلیون بوده، آمده حالا به 5 میلیون و 7 میلیون و 12 میلیون و حالا ماجرا بالا رفته است. اینا شاکی هستند که میگه به ما ترحم بشه. سفارش کردم من اجاره نشینان که به مردم توصیه کنید که به ما رحم بشه که ما نداریم پول، 100 میلیون از کجا پول پیش بیاریم، فلان کرایه را از کجا بیاریم. و اون طرف منم عذر بیان کرده که حالا پول از ارزش نداره. اگر اول پول پیش گرفته 20 میلیون 30 میلیون بوده و 50 میلیون بوده، الان 50 میلیون ارزش نداره. هر دو طرف درد داره و واقعا هر کسی که بتوانه تا هر اندازه که ما بتوانیم مردم کمک کنیم در این شرایط. توصیه ما آن است که شرایط حساسی است. بسیاری هستند که الان نمیتوانند اجاره کنند توی خانه. تو همین شهر ما قبلا میشنیدی که توی تهران کسانی هست که رخت خوابشون به دوشه، حالا توی زاهدان جریان پیش آمده، از خانهشون بیرون کردن، نمیتوانند خانه اجاره کنند، پول ندارن. و این شرایط سختی برای ملت ایران پیش آمده و تورم و گرانی و همه این مسائل به وجود آمده است و مردم واقعا به مشکلات گرفتار شده. گرفتار مشکلات مردم جدیه و هیچ حرکتی از جانب مسئولان امر برای حل این مسائل که بتوانه این مسئله حل بکنن بالاخره دیده نمی شود. و در هر صورت بعضی که گفتن که رفراندوم پیشنهاد کردن، مردم با بنبست گیر کردن، ناامید شدن و رفراندوم پیشنهاد کردن. بعضی از مسئولان گفتن که رد کرده اینا. و چرا که مسئولان میدانند که این واضحه و روشن است که مردم چه میخواهند، همه میدونند. نتیجه یک همه‌پرسی وقتی واضحه و روشنه، چه نیازی به همه‌پرسی؟ همه‌پرسی زمانی است که نتیجهش مشخص نباشه. وقتی نتیجه مشخصه بهتره که ما در فکر علاج باشیم، در فکر چاره باشیم. باز هم بنده توصیه میکنم برای حل نزد پیشنهاد میکنم که شنیدن همین حرف مردمه، تن دادن به خواسته مردمه. این مردمان همین مردم در 57 به جمهوری اسلامی رای دادن و رای بالای 90%، 98% رای دادن
دیری حالا، ولی که رای دادن به جمهوری اسلامی و گفته اسلام بیاید، نظام اسلامی بهترین نظام میتونه توی دنیا باشه و مشکلات ما را حل بکنه. و امروز همین مردم فرزندان همون مردم که نیستن و او روز را دادن فرزندان اونها، بخشی از همون مردم که رای دادن اون زمانه هستن. باید ببینی که ملت چه میخواد. بله، مردم ایران از دست ندید. مردم نگهداری بشن، نگهداری مردم، رضایت مردم، خوشنودی مردم، خوشنودی الله تعالی است. چون مردم داشته باشید الله را هم دارید. و اگر مردم از دست ما برند و ما نتوانیم رضایتشون را حل میکنیم، خدا هم ما را ویل میکنه. و لحاظا مردم مهمه. من توصیم به همه مسئولان در هر رده هسته اینه که شما ملت از دست ندید. حالا ملت از دست من رفتند و ناراض شدند، ولی در صدد رضایت مردم نشست و مردم باش. هیچ قدرت توی دنیا، هیچ نظام، هیچ حاکمیت، هیچ سیستم حکومتی با زور سلاح نگهداری نمیشه. با قدرت نگهداری نمیشه. یک چیز جز مسلمات دنیایه. و هر سیستمی در دنیا اسلامی باشه غیر اسلامی باشه، باید با خوش رضایت مردم باشه، همراهی مردم باشه. به هر حال اگر ما مردم بشینیم با مردم چی میخواهند و این مسائل چگونه حل کنیم و مردم داشته باشیم، درسته همون مردمی که 57 رای دادن و تمام این مسئولین از پایین گرفته تا بالا برای مردم آمدن و لحاظا همین مردمان الان که معترضن، اعتراض دارن، نگرانن، پریشانن، توی داخل کشورن، توی خارج از کشورن. لحاظا این مردم نگهداری کنید. این ملت ایرانن. من توصیم به علما آنه که در کنار مردم باشن، مردم ویل نکنن. به نیروهای مسلح هم توصیه منان بندان است، به نیروی انتظامی، به نیروهای مسلح که در مقابل مردم قرار نگیرن. چرا که نه فرزندان همه مردم ها. دستگاه قضایی در کنار مردم باشه، نیروهای مسلح در کنار مردم باشن. همه مسئولان فرزندان همه ملتن. شما فرزندان همه مردمید. شما باید مردم نگهداری کنید، مردم داشته باشید، در کنار مردم برید. مردم از شما اگر تغییر میخواهن خودتون تغییر بدید. مردم اگر اصلاح شما را میخواهن شما خودتون اصلاح کنید. ببینید مردم چه میخواهن. و نیروی انتظامی و سایر نیروها زمان موفقن که مردم داشته باشند، خدا را داشته باشند. حادثه فنوش خیلی دردآور بود و که به هر حال
یک روایت همینه که نیروی انتظامی موتورهای را که سریع رفتن تند رفتن با تعقیب کردند و به سفر زدن یکی را و کشته شده، ولی روایت مردمی که پرسیده شده همین دادن، ولی مسئولان گفتن که نه، این خود همین موتورها تصادف کردن با یک دیگه خوردن. به هر حال بعد اونایی که اعتراض کردن فاسگاه آمدن، بالاخره اینها را تیراندازی کردن سر اینها و 6 نفر یا 4 نفر زخمی کردن. 4 نفر زخمی کردن. به هر حال این شایسته نیروی انتظامی نبوده. نیروی انتظامی یک باید در کنار مردم باشند، نه در مقابل مردم. مردم انده کسی اشتباهی میکنه، هم اشتباهش را باید قانونی پاسخ بدن، بکشن به قانون، هرچی که قانون میگه و برخورد سلیقه‌ای نباید انجام بگیره. اینجا تو یکی از بلوارهای شهر چند شب پیش از این تیراندازی شده بود و مردم خیلی وحشت کردن. حالا تعداد جوان مشکوک شدن بر اون تیراندازی. خود تیراندازی کار مهمه، نباید تیراندازی صورت بگیره. اینجا دوربین هست و ماشین اگه فلک کنه فلک داره و بالاخره راههای دیگر برای مؤاخذه و بررسی کاملا وجود داره و توی شهر نباید تیراندازی انجام بگیره. حالا کسی اگه فرار میکنه بالاخره معلوم نیست که برای چه. بسیاری فرار کردن، بعد که وقتی زده شدن معلوم شده که هیچی نداشتن، معلوم شده که به خاطر گواهی نامه یا ترسیده و فرار کرده، وحشت کرده و فرار کرده. بعضی وحشت میکنند و فرار میکنند. و تیراندازی این تیراندازی هم خلاف قانونه، مخصوصا زدن مردم. خدا را شکر که اینجا تلفات نشده، جانی نشده، مالی شده، ولی بالاخره شهر من را امنیتی کردید و بالاخره این بر مردم فشار وارد میشه روی امنیتی کردن شهر. به این توی صف بیستن، بعضی ریش سفیدان بالاخره اونجا نگهداری شدند یا حرمتش حفظ نشده. بعضی علما آمدند، علمای سرشناس، و نگهداری شدند. و اینها کاری است که مردم دور میکنه و باید حرکت در جهت رضایت مردم بشه، در جهت نگهداری مردم بشه. دستگاه قضایی که به ما اطمینان دادند که ما مسئله جمعه خونین را بی‌طرفانه رسیدگی میکنیم و الان ما میشنویم که میگن که ما خب نمیتوانیم که قصاص بکنیم کسی را. میگه برای آن که ما تیراندازی که اینجا توی مسلح شده، محل شده، معلوم نیست که تیری که به که برخورد کرده و ما تعجب میکنیم از این حرف دستگاه قضات که شما او 60 نفری که 50-60 نفر بر یک مامور حمله کردن در کرج و جمعی بود و چگونه شما قاتل اون مامور پیدا کردید، 2 نفر هم قصاص گرفتید و اگر مامور توی استان کشته بشه خدای نکرده یا توی کشور، قاتلش او را چگونه پیدا میکنید در میان جمعیت مردم؟ و اما وقتی که قاتل مردم از مردم باشن پیدا میشه، وقتی که قاتل مامور باشه چگونه نمیتونه شما پیدایش بکنه؟ و این حرف
تعجب آور هست و ما معتقدیم که هم قاتل اگر مردم و مردم ماموری را بکشند قصاص داره. اگر مامور و افراد دولتی مردم را بکشند هم قصاص داره، هر دو تا قصاص. و توی بلوچستان ما دیده ایم که همین درگیری های طایفی که پیش می آید، چرا قاتل دستگیر نمیشه؟ وقتی مامور کشته بشه لشکر کشی میکنید و او را پیدا میکنید، مردم همینطور پیدا بکنه. این حق مردمه، این مردمان شما انتظار دارن. شما به هر حال امور مردم در دست شما است، قضاوت در دست شما. البته این نکته مثبت هست که بسیاری را از این شهدای جمعه خونین شهید اعلام کردن و 38 نفر شهید اعلام کردن، گفتم بقیه نیامده هنوز پیش ما. و این نکته را ما مثبت تلقی میکنیم که شهید اعلام شدن، چون شهید این نوع اقرار به مظلومیت این مردمه که مردم بدون جهاد بدون حق کشته شدن. بعضی میگه خطای انسانی، نه، این خطای انسانی نبوده. خطای انسانی اونه که کسی شکاری را بزنه به آدمی برخورد کنه. توی رانندگی قانون رعایت کنه، قانون رانندگی را، و بعد مردم برخورد بکنه. اینا خطان، ولی این عمد محضه و قتل عمد بود، خطا انسانی نیست که اینها را چه کسی اینها را دستور داده؟ خواست مردم اینه که او کسی که امر کرده، اینها به عاملان تنها قانع نیستن، میگویند که آمران هم باید به مجازات برسه. کسی که فرمان داده. این قدم مثبتی که بعضی گفتن که باید دستگاه قضایی را تاکید کردن که چرا رسیدگی نکرده و باید رسیدگی بشه، که بعضی از مسئولان این تاکید دارن. این قدم مثبته. ما هر قدم مثبته که مردم مسئولان بردارن باید او را مثبت بگیم و هرچی که مانده اونها را هم بگیم قدم مثبتن. ولی نتیجه نهایی چه بشه، چگونه این دل این مردم تسلی بشه، دل اولیای دم تسلی بشه، این مهمه. و توصیه ما آنه که در کل استان نیروهای انتظامی و مامورین باید مردم هیچ وقت از دست ندن، کنار مردم تعالی. این بدون مردم نمیشه. مردم محورن و معتقدیم که در کل کشور هر کسی ماموری را کشته است بالاخره قصاص داره، و هر ماموری که مردم را هم بکشه، مردم غیر مسلح را، فرد معترض را بزنه، این از لحاظ شرعی جائزه، از لحاظ قوانین بین المللی و مجازات قصاص داره. قصاص هم باید دستگاه قضایی اجرا بکنه، باید حاکمیت اجرا بکنه بین مردم و بین کسانی که به این مردم ظلم میکنن در بازداشتگاه ها. حقوق بشر اخیراً گزارش را داده، گزارش حقوق بشر سازمان ملل خیلی تکان دهنده. ما هم گزارش داریم به این بازداشتی‌ها که آزاد میشن، خیلی هم میآیند و حرفایشون هم میگن و ما هم گزارش داریم. گزارش های ما هنوز شاید بیشتر باشه و معتقدیم که این نوع مامور که تخلف میکنه از شریعت و تخلف میکنه از قانون کشور. بهرحال ما قانون کشور
بر مسئولند همه که رعایت کنند، مخصوصا مسئولان. هر کسی که تخلف بکنه از قانون و تخلف بکنه از شریعت، که حالا این بالاخره به نام اسلامه، و اگر ما شریعت را رعایت نکنیم چه اسلامی خواهد بود؟ و قانون رعایت نکنیم و اسلام چه عدالت خواهد بود؟ باید اینا مجازات بشن. نباید اینا که شکنجه میکنن و اعتراف به اجبار میگیرن، از دیدگاه اسلام، از دیدگاه قانون مجازات دارن که شما اجبار چرا کردید. و اینها رعایت بشه. الله صحبت همینه که بهرحال وقتی ما شریعت رعایت کنیم، وقتی قانون عمل بکنیم، اگر هیچ قانون نباشه، قانون غلط بهتره، قانونی که اشتباه باشه بهتری از اینکه هیچ قانونی نباشه. و این قانون که میگیم ضعف داره، ولی بالاخره وقتی که قانون همینه دیگه، قانونی وجود نداره که اصلاح شده باشه، باید به همین قانون رعایت کنه، مطابق با همین قانون باید عمل بشه. و کسان متخلف از هر گروهی بشه، شما متخلف مردم بشه او را پیگیری میکنید، متخلف مامور بشه باید هم پیگیری بشه، مساوات رعایت بشه، عدالت رعایت بشه، انصاف رعایت بشه، رضایت خدای تعالی به دست میاد. ما خیرخواهتون هستیم که حرفا را میزنیم، بدخواه نیستیم، ما خیرخواه هماییم. و این فریاد از حالا نیست، این حرف خیلی دیری که مطرح میشه، حالا با صراحت بیشتر مطرح میشه که مردم نگهداری بشن، ما در مقابل مردم قرار نگیریم. و اگر مردم از دست دادیم، خدا هم از دست ما رفته است. و من یهین الله فما له من مکرم. اگر خدا و مردم برن دیگه چه کسی برای ما میمانه که ما را اکرام بکنه؟ و روی این بیخ خواسته ها انشالله توجه بشه و الله تعالی همه ما را توفیق عمل عنایت کنه. که همه اینترنت چند جمعه هست که قطع، و اینجا حرفایی که گفتم ایسی همه به خیر همه هستن و دلسوزانه مغرضانه نیستن. و ما امیدواریم که این اینترنت که قطعش ضرر داره، برای همه طیفه ضرر داره، برای کسب ضرر داره، برای نویسندگان ضرر داره، برای تمام کسانی که هر نوع فعالیت میکنند، اختلال در اینترنت برای اونها مشکل ایجاد میکنه در سطح کشور. و اینترنت نباید قطع بشه، اینترنت باید باشه در کشور ما. و این اینترنت مشکلات اضافه میکنه، مخصوصا مشکلات اقتصادی را. و در شهر زاهدان که به وقت نماز جمعه بیش از یک ماهی که قطع میکنند وقت نماز جمعه، این هم اختلال ایجاد میکنه. و ما خواسته مردم همینه در سطح کشور، از خواسته های ملیه که اینترنت که یک هم نعمت ملیه و یک چیزی که همه ملت با کار داره، اینترنت نباید در سطح کشور قطع کرد و نباید در شهر زاهدان قطع کرد. الله تعالی توفیق بده به همه که صحیح فکر کنند، درست فکر کنند. و صلی الله علی سیدنا محمد.